یکم اینکه ما با برادر اسماعیل گفتم که بابا همین خیلی استفاده نبره و دیم اینکه فکر کنم که هر کس خداوند عقل داده است. شو نمیمونم بلیت بگن بلیت نمونم بگیرن بابا خوشش شد صاحب نگاه کنه که بلیت چنده رو کمی بکنن نگاه که کمی بکنن مارکت گفت نمونم تو ما دیم زبون نفره مسافر آدم میره پارک که گفت پلیس زبونش خطر نگاه کن بابا می پارک پترگوف فردا فکر کنم اینجا که در قافیه بچا یه قافیه در چو کراچ پارک پترگوف اومده نفروختن گفتن توجیکودا به پاتن نمیفروشه چیز بابا مثلا زبون هیچ گرفتن مجبوره بکنم برای خودت که بسین سوالت موافق بگیره. سلام علیکم دوستان، هر آن کسی که ما را تماشا میکند با احترام خاص نسبت هر یکتان سلام میگم. نسبت همه بابای قنج خیلی که ای کاوری از اولی ویدیو مقصد دیدین نسبت بابا و اسماعیل برادر اسماعیل. پیشترک برادرای بلاگر ویدیو میکردن نسبت همه بابا، فقط تماشا میکردیم خلاص، گفتی گپا که ریاکشن نشون نمیدادیم. و امروز یک ویدیو دیدم، شاید دیروز برآوردگی باشن در همین کانال یا خودی بابا بود یا که برادرمون اسماعیل بود، همین خیلی برآوردگی. من فکر کردم که این بابا از همون سخنایی که بچه‌ها میگن عبرت میشه و یک کس دکس گفتش مقصد خطاگیش میفهمه، چون که میگه اگر ببینی چوبینی در پیش کورچو هست، اگر خاموش میشینی گناه هست. خواستم که فکر خودم بگم یکی در دوام نوار یگان گپی مبادا ای دهنمون یگان گپی بیزیب یا که بوی شوه که شما برنجین پیشکی عذر میپرسم. بعد همی بابای قند از سر همون زبور میپرد، به همون اجازت ندادن، پرسیش ندادن، یعنی اجازت ندادنشون بس سر زبور میپرند. خونه یک کس شما مجبوری در آمدیستین، یک جا که مهمون دعوت نکردن، ولی بیدیل است با فکر میگه فراموش کردن. نه که مضمون شعرش میگم، میگه که جایی که دعوت نمیکنن درجا بهترش که خط ذلیل نکنی، خور نکنی، بهترش نرای، چون قدر در اونجا قدر نداری. وقتی که دعوت نکردن میرای تو علاقه مهمونی ناخوانده میشه. تو در مملکتی عذر شما در مملکتی همیوین خونه همیو حساب میشود، در همینجا مجبوری زده داره یه جوری که شما را اجازه تو نمیتن از نمیدونم کم چیزی که نباشد با کدام سببی که نباشه اجازه نمیتن شما را در اومدن ده. فکر که خانه شما یا که خانه همسایت میرای میگه که حوزی من مهمون قبول نمیکنم، حوزی کار دارم، حوزی نمیتونم، حوزی نه این خانه من، مجبوری خانه همون میدارین. یا که برعکس حال یگان کس همین خیلی خانه شما یگان کسی که اجداد نکردیستین انتظاریش ندارین ناگهانی یا که مجبوری میداره. خطان مقصد تصور کنید که در کدام حالت گرفتار میشین شما. مقصد که آدمای کلان بابای قند و اکا اسماعیل آدمای کلان نخوا کنم در اگر همونجا فکر میکنم که اگر میدیدنتون هم برای خودتون مشکلی میشید و هم یک پس بدنی فرهنگ مدنیت فهمیش یا که به آدابی فکر میکنم که من فقط فکر خود گفتم برادر شاید نوتوری بگم فکر میکنم که هم یک به فرهنگی به فراستی به عقلی همین مردمی خودمون نشون میدادین اگر میقبیدنتون یا قبیدن یا که نقبیدن. خلاص که مجبوری زاد در اومده استین تیمبولی بسری زبور دیوار که اومن ممکن نیست. شاید اگر در همونجا یگان گفتی گپا عکس چون بگیرن یا که نیامدی کار بیا با یگان چی گناهگار تون کنن. خب همین از روی آداب نبود در خونه یک کس مجبور در اومدن. بعد همینجاش اکا اسماعیل میشید که کامیرا نمیکردی. من میدونم که شما میفورتون که کانتین کنین که تماشا کنن مقصد تماشا بین بسیار شوه
لیکن همه بابا را به همین طریق استفاده نبر. شاید چیزی را که رکلام کردنی باشین، چیزی را پیشنهاد کردنی باشین، یگان طرز دیگه قطع کنین بهتر میشید. بابای قان نسبت خودت همین کاری که در نوار دیدم در پیترین در جای نمیدونم باید کیم کدام پارک بدرین نموندنتون به سر زبار به سر دیوالا میدرین. یکمش همین ویدیویی که خودت میکنی چندان ویدیوهای خوب نیستی با کدام خاطر، یعنی در همین سن سالی که خودت هستی میباید، من نمیگم که در چی نبرو در یوتیوب نبرو برآمد نکه، خیلی حق ندارم، خیلی گفتم نمیتونم، فقط همچون یک تماشابین، همچون فکر که یک پادپیس کرد فکری خود میگم. یعنی میتونه که همین جای همین نوارایی که مقصد حوزی میکنین در جای همین یگان ایده دیگه باشه برای خودت که به سن سالت موافق بگیره. در همین فرهنگ ما فکر میکنم که همه چیز چندان به سن سال خودت موافق نیسته، ولی رشته تعریف میکنی که مقصد این ریش هم خیلی های یا که فرمای خیلی های چلای تریه سواد خیلی های هر گپ میگوی. خب همین روشی مسافر کو شما این خگام بزنید بابا روش اوخی روش هم خیلی های اوخی چیکار کنیم روشی نمیشه روشی هم نگاه دق جنجالا دق شما کردگی نیست یگام باید کردگی نیست اوخی روشی برام خیلی ابریش دو شما تنها و تورم. بابای قند یکی از گفته های بزرگان سعدی شیرازی است و فکرم اقتباس میاره، میگه که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، که چندین مثال ها داره. ما مقصد هم را نمیگیم، فقط اقتباس برای ریشه یا که سر فرمه که خود چلا و چیزی که میگی فکر میکنم که این چیزا باعث نمیشه که ایروی همه چیزا یا ایروی سن سالت دیگر را حرمت کنه. چون که باز در دیگر جا همین سعدی شیرازی است به فکر مگر اشتباه نکنه، میگه که اگر آدمی رو نباشد عقل و احسان، همین خیلی بس فکرم چی فرق از آدمی تا نقش دیوار. خلاص کلام با در یک چند برآمدات میگوی که آدمای کلان احترام کنین. مقصد ما باباتونم بابای بلاگرایم از قبیل همین گپ‌ها دیگه چیزاشان میگوی. فکر میکنم که خیلی ها در فرهنگ ما جاری شدگی همچون یک مسلمان باید که کلانتر را حرمت کنیم، نه که در اصل فکر میکنم که اگر از صحابه های پیغمبر باید باشه که از کودکو عبرت میگرفتن، یعنی که بزرگی من فکر میکنم که در سن سال در ریش در سلا در فرما در اینا نیست. فکر میکنم که بزرگی در عقل خیرد دانش انسان های. خیلی که حاجی خود با زبان خود میگو که چی با بابا را خیل میگین، چی با بابا را او خیل میگین، من چیکار کردم و امثال این گپ ها میگو. شما چون خیلی بابا شما ببینید بابا در سنت پترزبورگ خورده شریده گشته است. شما هر چیزی که گپ بزنید نمیزنید گپ زنید، یعنی همه نتیجه همه عمل های خودت بابای قند. هر خیلی که نوار میکنی میپرتای چگونه چی میگن کانتنت میگن خیلی که میکنی همون خیل جواب میگیری، همون خیل مقصد که نسبت خود رفتار میکنن. زمکافاتی عمل غافل مشو گندم زیگندم میروید جو زیجو. از مکافاتی عمل غافل مشو گندم زیگندم میروید جو زیجو. یعنی خیلی که مقصد عمل کردی حرکت کردی خیلی که کار کردی در جوابش همون چیزا رو میشنوی میبینی. برای همین بابا فکر میکنم که یکم این که من با برادر اسماعیل گفتم که بابا رو همین خیلی استفاده نبره و دیم این که فکر کنم که هر کس خداوند عقل داده است. خب اگر یگان جو اشتباه گفته باشم بعد با برادر تاجی گفتنیم که نه برادر تاجی گفتم به برادر اسماعیل گفتنیم که اگر میشید من فکر نمیکردم که خودت اگه ما بسیارتر ظاهر پرستیم که یگان کسا ریشه درستتر بینیم سالش کلانتر بینیم یا که کاستومی به عرض فسانتر یا ماشین بوز بالاتر بینیم حتما اون رو احسن بگیم یا که یک کس
برای خودش پاپولار کردن اول با نام خدا آواز میکنه، بعد در داخل خیلی میره میبینی با کیم چی گپ میشه یا امثال دیگر اینها. مقصد در ظاهر خودت برادر اسماعیل مقصد چندان جوانی بعد نمیتوی، برای همین یک دو سخن دیگر نسبت خودت همین بابا را کانتنت کنین، میلی ویدیو میکنین، یگان برنامه میکنین. وشت ما کاردار نیستیم، کارم نمیگیریم، حق هم نداریم کار گیریدن، فقط برای آبروی همین بابا مقصد که این خیلی استفاده شن اگر ببرین این خیلی استفاده نبرین، یگان رولای خوب ده، رولای مقصد که مثبت ده استفادهش برین، چون که 3 سالش به جای رسیدگی یک اگر میشید که از حدیث ها یگان مثال میورد، اگر ترجمه قرآن کریم از آیات ها و سوره ها از اینا یگان چی میگفت، یگان پند و حکمت ها میگفت، فکر میکنم که چه خیلی که عمل کرد، چه خیلی که گفت، همون خیلی سخن میشنه و همون خیلی کامنتاریاش با قول در کامنتاریاش همون خیلی مینویسونن. خب خدا نگهبانتون. یک چند گفتن نسبتی بابا قند و اسماعیل توریک داشتیم، گفتیم با گپای فراموش کرده میمونه، خیلی بود در کوشید میگیم اگر که نه، اگر همین قدرش کفایت باشد مراد ما نصیحت بود و گفتیم حوالت بر خدا کردیم و رفتیم. خدا نگهبانتون. یگان گپی پست بلند گفته باشیم عذر میپرسیم پیشکی، خدا نگهبانتون.